همگان میدونیم که حج از رکن پنجگانه اسلام می باشد و الله حتی میگوید و اتم الحج و العمره لله، حج و عمره را برای پروردگار انجام بدهید. برای همین بعضی از علما عمره را هم فرض میگویند، حتی عمره کردن را هم فرض میگویند. و یک مسلمان وقتی شرایط حج رفتن دارد و عمره کردن دارد، حتما باید حج کند و عمره کند. یگان کار در دنیا، چه از مکتب سازی باشد، چه از راه سازی باشد، چه از فقرا کمک کردن باشد، برابر حج و عمره شده نمیتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند العمره الی العمره کفاره لما بینهما و الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. از این عمره تا آن عمره گناه های شما کفاره می شود و حج مبروره که بدون آلایش و گناه و ریا و خودنمایی انجام می دهید و جز جنت دیگر جزای برای آن